عاشقم. این مورد رو میتونم بگم که عشق یعنی این، یعنی فرهاد و شهرزاد، یعنی قید و شرط نداره. هیچ. اصلا تو تنها موردیه که هرچی اونا جلوتر میرن تو خوشحالتری. در مورد هیچ کس در جهان اینجوری نیست. یعنی خود تو که انقدر دوستت دارم یه ذره از من جلوتر بری میزنم پشتک و پشتک تو فرزند تنها موردیست که هرچی جلوتر میره تو بیشتر کیف میکنی. هرچی تو جلوتر میزنی اصلا جلوتر اصلا از رود رد شه با تریلی. اصلا چی از این خوشحالت میکنی. خوشحالترین لحظات زندگیه که از رود رد شن، اصلا انقدر خوب باشن به لحاظ تحصیلی، سلامت جسمانی، سلامت روحی، هرچی که در جهان خوبه برای اینا، هرچی خدایا همه رو از من بگی بده به اینا. این عشق خالصانه ترین عشق، خیلی واقعیه. تعریف عشق دیگه اصلا نداریم. پدر مادرای ما نسبت به ما همینطور بودن، ما نسبت به بچه‌هامون هم اساسا پدر مادر این شکلیه دیگه. حتی بچه نسبت به پدر مادرش شکلی نیست تا این حد. به هر حال هم کار زندگی خودشو داره، ممکنه بعد ازدواج کنه میره 6 ماه بارم به زنگ نزنه. تویی که همیشه داری جز میزنی براشون که همه چی خوب باشه.